سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و عالی و درجه یک باشید. هاشمی هستم، در خدمتتونم با یه ویدیو آموزشی دیگه. توی این ویدیو آموزشی میخوایم بحث قید دهی رو دیگه ببندیم، بحث کانسترین ها رو کامل ببندیم. یه فایل در واقع NX باز کردم، یک مدل میلیمتری، اسکچ میزنم روی فرانت پلین و اوکی میکنم. خب تنها کانسترین و قیدی که مونده قید تنجنت هستش که ما هنوز دربارش صحبت نکردیم. این قید برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت بود، برای همین جداگانه میخوام یه ویدیو بهش اختصاص بدم. قید تنجنت میگه چی؟ میگه آقا مثلا شما یه دایره این برداری، یه دایره هم این برداری، این دوتا دایره رو خب میتونی با همدیگه مماس کنی به وسیله قید تنجنت. اینجوری وقتی مماس بشن این علامت در واقع خط آبی کوچیک میاد که به معنای تنجنت ریلیشنه. اگه کلیک کنی روش ریلکس میشه و میتونی برش داری. دوباره اینا رو در واقع مماس میکنم به سادگی. خب آقا این که خیلی ساده بود، چرا ویدیو جداگانه؟ چون این تنجنت خیلی قلق جالبی داره. مثلا شما کمان رو هم میتونی مماس کنی. ببین مثلا یه کمان این شکلی دارم، میگم این کمان رو با این دایره مماس کن. ببین خب میگم خب این عالی. آیا خطم میشه با مثلا دایره مماس بشه؟ بله. این خط رو مثلا رسم میکنم، در هنگام رسم هم میتونی بگی مماس باشه. نگاه علامت مماس الان اومد، میبینی اینجا. خب ولی من اینو مثلا دیلیت کنم، میگم این خط رو به این مماس کن. ببین مماسش کرد. بعد این مماس بودن هست دیگه. ببین زاویه هم که بهش میدیم این مماس بودن حفظ میشه. بسیار بسیار قید مهم و جذابیه. خب دیگه کجا هست؟ روی این کمان نگاه کن. فرض کن این کمان رو من یه ذره قوسش رو مثلا بگیرم به سمت حالا این طرف. خب میخوام که یه کمان دیگه اصلا این بر میذارم، بذار این بر نشون. یه کمان میکشم اینجا، مثلا اینو به این بحث میکنم. اینجا الان دچار شکستگی اتصال این دوتا. خب میگم این خط رو به این کمان مماس کن. ببین الان این مماس هستش، هر کاری هم که کنی این مماس بودنه رعایت میشه. ببین قید بسیار بسیار کاربردیه. توی اسکچ زنی و اینا ما از قید تنجنت خیلی استفاده میکنیم. دوستان دقت کنید به این نکته. خب این طرف هم به همین صورت. مثلا فرض کن یک کمان دیگه یا همینجا، این کمان رو من اینجا دارم، یه دونه خط بهش وصل میکنم. میتونم بگم این خط رو به این کمان مماس کن. به همین سادگی الان در این نقطه اینا با هم دیگه چی هم؟ مماس هستن. ببین بسیار بسیار این قید جذاب و در واقع به درد بخوری هست. حالا اینکه چجوری قیدای تنجنت رو برداریم و کلا از شر قیود و کانسترین ها راحت بشید و یا دیلیتشون کنید، توی ویدیوی آینده من اینو توضیح خواهم داد. اسپیلاین هم بگم، مثلا یه اسپیلاین که میکشی، خب حالا هنوز اسپیلاین رو من توضیح ندادم طبق حالا ویدیو، ولی روی اسپیلاین هم این قضیه رو داریم. مثلا من میخوام اسپیلاینم به این مماس باشه، به این نقطه، به این خط در واقع. اینو میگم به این مماس کن. ببین اسپیلاینم هم مماس شد. پس این قید در واقع تنجنت همه جایی وجود خواهد داشت و ما بسیار بسیار باش کار داریم. خب امیدوارم که این ویدیو آموزشی براتون مفید واقع شده باشه و هر کجا که هستین عالی و سلامت باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و امیدوارم که بازم در خدمتتون باشیم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.